سلام به همه شما عزیزان، خوش اومدین به کانال هفتگانه. کسی که پول بریتانیا رو کنترل کنه میتونه خود بریتانیا رو هم کنترل کنه. این جمله‌ایه که ناتان روتشیلد تو سال 1815 گفته بود. این داستان خانواده‌ایه که به معنای واقعی کلمه مالک دنیا شده. خانواده روتشیلد. اگه از این داستان جذاب خوشتون اومده لطفاً ویدیوی ما رو تو کانال هفتگانه لایک کنین، سابسکرایب کنین و نظرتون رو تو کامنت ها بنویسین. روتشیلد ها بانکدارهای ثروتمند یهودی هن که وقتی تو محافل جهانی صحبت از صاحبان دنیا میشه منظور همین خانواده است. خانواده‌ای که چند قرن بر قله ثروت جهان تکیه زدن. داستان از سال 1744 میلادی آغاز میشه، زمانی که پسری به نام مایر روتشیلد تو فرانکفورت در امپراتوری روم مقدس به دنیا اومد. نام خانواده روتشیلد در زبان آلمانی به معنای سپر قرمزه. خانواده مایر نه خیلی فقیر بودن و نه خیلی ثروتمند، اما به دلیل یهودی بودن تحت فشارهای زیادی قرار داشتن. تو اون زمان یهودی‌ها در سراسر اروپا با محدودیت‌های شدیدی مواجه بودن. قوانین عجیبی علیه اونا وجود داشت. مثلا تو روزای بارونی اجازه نداشتن از خونه بیرون بیان، چون باور داشتن بارون با بدنشون تماس پیدا میکنه و زمینو آلوده میکنه. یا شبا حق بیرون اومدن نداشتن وگرنه جریمه میشدن. خلاصه زندگی برای یهودی‌ها اصلا راحت نبود. با وجود این محدودیت‌ها بانکدارای آلمانی میدونستن که یهودی‌ها در حساب و کتاب مهارت دارن و برای کارهای مالی و بانکی بهترین گزینه‌اند. به همین دلیل اونا رو به راحتی استخدام می‌کردن. مایر جوان هم تو 16 سالگی وارد یکی از این بانک‌ها شد و خیلی سریع پیشرفت کرد. اون به سرعت دنیای پول و بانکداری رو آموخت و فهمید چجوری میشه با بازی کردن با پول ثروتمند شد. دوستان اگه از این داستان جالب لذت میبرین یادتون نره کانال هفتگانه رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظرتون رو برامون بنویسین. مایر با سکه‌های عتیقه‌ای که تو بانک جابجا میشدن آشنا شد. سکه‌ای از دوران روم باستان، امپراتوری بیزانس و ساسانیان. این سکه‌ها در میان ثروتمندای اروپایی بسیار ارزشمند بودن. اونا مجموعه‌هایی از این سکه‌ها رو تو خونه‌هاشون نگه می‌داشتن و تو مهمونی‌ها با نشون دادن سکه‌های کمیاب به هم پوز میدادن. در اون زمان گوگل وجود نداشت که بشه ارزش یا کمیابی یک سکه رو جستجو کرد. به همین خاطر فروشندگان سکه باید اطلاعات زیادی تو این زمینه می‌داشتن. مایر اونقدر تو این کار مهارت پیدا کرد که تاریخچه سکه‌ها رو مثل آب خوردن تعریف می‌کرد و با چنان مهارتی صحبت می‌کرد که ثروتمندان حتما ازش سکه می‌خریدن. حتی به دوستاشون توصیه میکردن که اگه سکه میخواید از مایر بخرید، چون اون همه چیزو درباره سکه ها میدونه. این موضوع باعث شد مشتریای مایر روز به روز بیشتر بشن. از اونجایی که اون تو بانک کار میکرد دسترسی به این سکه ها و اطلاعاتشون براش آسون بود. در نتیجه تو 18 سالگی مایر از کل خانواده‌اش ثروتمندتر شده بود. شهرتش بین ثروتمندان اونقدر بالا رفت که به گوش شاهزاده ویلهلم، یکی از شاهزاده های ایالت هسن در امپراتوری روم مقدس که امروزه بخشی از آلمانه، رسید. شاهزاده ویلهلم چنان تحت تأثیر مایر قرار گرفت که به اون عنوان کرجو یا یهودی دربار رو داد. کرجو مقامی بود که به یهودیانی که هم بانکدار بودن و هم میتونستن به خاندان سلطنتی وام بدن اعطا میشد. این بالاترین مقامی بود که یه یهودی میتونست در اون زمان به دست بیاره و حتی میتونست از این طریق وارد خاندانای اشرافی بشه. برای یه جوان 19 ساله رسیدن به چنین مقامی بی سابقه بود. این موقعیت به مایر اجازه داد پایه‌های امپراتوری مالی خانواده روتشیلد رو بنیان گذاری کنه. اگه از این اطلاعات تاریخی خوشتون اومده لطفاً کانال هفتگانه رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و تو کامنت ها برامون بنویسین که نظرتون چیه. مایر به یه بانک تبدیل شده بود. ثروتمندا سراغش می اومدن و اون وامای کلان با بهره های بالا به اونا میداد. وقتی به حدود 40 سالگی رسید 5 پسر داشت و به عنوان بانکداری قدرتمند شعبه هایی در کشورهای مختلف اروپا مثل انگلیس، فرانسه، لهستان و اتریش تأسیس کرد. هر کدوم از پسراش رو رئیس یکی از این شعبه ها قرار داد. مایر به پسراش 3 قانون طلایی رو توصیه کرد. 1. با دربار هر کشور رابطه خوبی برقرار کنید.
2. همسرتون رو از داخل خانواده انتخاب کنین و از خارج خانواده ازدواج نکنین. 3. تا میتونین پسر به دنیا بیارین، چون هرچی پسرامون بیشتر بشن امپراتوریمون بزرگتر میشه. هدف مایر این بود که امپراتوری مالیش نه تنها گسترش پیدا کنه بلکه با همه کشورهای دنیا کار کنه. اون به پسراش میگفت اگه با آلمان کار میکنیم باید با دشمناش هم که تو جنگن کار کنیم. این استراتژی ریسک از بین رفتن پول بانکو به 0 میرسوند و قدرتشون رو آنچنان بالا میبرد که حتی از پادشاهان هم قدرتمندتر میشدن. به قول مایر این گونه امپراتوریشون جهانی میشه. تا سال 1800 میلادی هر 5 پسر مایر تو کشورهای مختلف به غول‌های مالی تبدیل شدن. یکی تو ناپل ایتالیا، یکی تو وین اتریش، یکی تو پاریس، یکی تو لندن و دیگری در فرانکفورت. این شبکه اولین بانک بین المللی دنیا بود که مایر با ایده‌هاش ایجاد کرد و پسراش اونو به بزرگترین بانک بین المللی تبدیل کردن. پسرای مایر یاد گرفتن که بی‌طرف باشن، نه طرف پادشاهو بگیرن نه مخالفانشو و نه دشمنانشو. اونا با همه کار میکردن. وقتی مایر پیر شد همه کارا به دست این 5 پسر افتاد. اونا به این نتیجه رسیدن که بهترین فرصت برای کسب درآمد وام دادن در زمان جنگ هاست. اما نه فقط به طرفی که فکر میکنی برنده میشه بلکه به هر دو طرف جنگ. طرفی که برنده میشه وامو با سود کلان برمیگردونه و طرفی که میبازه ورشکست میشه و کل کشورش در اختیارت قرار میگیره. اگه از این داستانای پشت پرده تاریخ لذت بردین یادتون نره کانال هفتگانه رو لایک کنین، سابسکرایب کنین و نظرتون رو تو کامنت ها بگین. یکی از جنگایی که روتشیلد ها رو به غولای مالی تبدیل کرد جنگای ناپل اون بناپارت. ناپل اون برای فتح اروپا به پول نیاز داشت و سراغ روتشیلدا اومد. جالب اینجاست که تو این زمان جاکوب روتشیلد در شعبه پاریس به ناپل اون وام میداد و ناتان روتشیلد تو شعبه لندن به پادشاه بریتانیا وام میداد. چند سال بعد روتشیلدها متوجه شدن اگه بریتانیا پیروز بشه سود بیشتری نصیبشون میشه. به همین دلیل به جاکوب دستور دادن وامای ناپل اون رو کاهش بده و به اون به سختی پول بده. اما ناتان تو لندن وامای بریتانیا رو افزایش داد و گفت هر چقدر پول بخواین آماده است. پول در پیروزی جنگ نقش کلیدی داره. ارتشی که پول نداشته باشه محکومه به شکسته. مورخان معتقدن اگه روتشیلدها این کارو نمی‌کردن به احتمال 99% ناپل اون پیروز میشد. اما اونا با این استراتژی بریتانیا رو به پیروزی رسوندن. ناتان در این جنگ کار دیگه‌ای هم کرد. اون بیشتر اوراق قرضه دولت بریتانیا رو که برای جنگ منتشر میشد خرید. یعنی هم وام میداد و سود کلان میگرفت و هم با همون سود اوراق قرضه میخرید. چرا؟ چون میدونست بریتانیا برنده است. چون خودشون ناپل اونو تو تنگنا قرار داده بود. اونا عملاً رو بازی شرط بندی میکردن که میدونستن برندش کیه. وقتی بریتانیا ناپل اونو شکست داد سیل پول به این کشور سرازیر شد و روتشیلدها با بازپسگیری واماشون به ثروتی هنگفت رسیدن. کارشناسان میگن بعد از جنگ‌های ناپل اون بود که روتشیلدها به غول‌های مالی تبدیل شدن و عملاً اروپا رو تو دستشون گرفتن. اما اینطور نبود که کسی متوجه کاراشون نشه. سالها بعد مردم اروپا فهمیدن که پیروزی و شکست تو این جنگ‌ها زیر سر روتشیلدها بوده. این موضوع باعث شد یهود ستیزی در اروپا به اوج برسه. مردم میگفتن ما به یهودیان اجازه زندگی تو اروپا دادیم اما اونا به ما خیانت کردن. این یهود ستیزی به یهودیان معمولی که هیچ ثروت یا قدرتی نداشتن آسیب زیادی زد. مثلا مغازه یک کفاش یهودی رو به آتیش میکشیدن در حالی که اون هیچ گناهی نداشت. اما برای روتشیلدها این مسائل اهمیتی نداشت چون اونقدر تو دولت‌ها نفوذ داشتن که هیچ آسیبی بهشون نمیرسید. یهود ستیزی باعث شد بسیاری از یهودیای اروپایی نام خانوادگیشون رو تغییر بدن تا شناخته نشن. نامهای خانوادگی مثل اشتاین به معنای سنگ یا برگ معمولا نشون دهنده یهودی بودن بود. مثلا آلبرت انیشتین یا بسیاری از نامهای دیگه. اما در این میان خانواده‌هایی مثل روتشیلدها به کارشون ادامه دادن. اگه این موضوعات براتون جالبه حتما کانال هفتگانه رو سابسکرایب کنین. ویدیو رو لایک کنین و تو کامنت ها نظرتون رو بگین. با شروع انقلاب صنعتی روتشیلدها متوجه شدن که در صنایع هم پول زیادی وجود داره. اونا شروع به وام دادن به کارخونه‌ها و راه آهن کردن. حتما داستان کرنلیوس وندربیلت رو شنیدین که راه آهن امریکا رو ساخت.
در اروپا اما روتشیلدها بودن که با دادن وام راه آهن اروپا رو ساختن و سپس اصل پولو با سود کلان پس گرفتن. مایر به پسراش سفارش کرده بود که فقط با افراد داخل خانواده ازدواج کنن. ازدواج فامیلی تو اون زمان به ویژه تو خانواده‌های اشرافی یا یهودی بسیار رایج بود، اما این کار مشکلات زیادی ایجاد کرد. تو خانواده روتشیلد به دلیل تکرار ازدواج‌های فامیلی بسیاری از کودکان قبل از 1 سالگی می‌مردن و اونایی که زنده میموندن مشکلات جسمی مثل ضعف بینایی، مشکلات تنفسی یا ظاهر غیر عادی داشتن. با وجود این مشکلات قانون خانواده این بود که باید درون فامیل ازدواج کنن. در کنار رشد بیرویه ثروت روتشیلدها، یهود ستیزی هم تو اروپا به صورت بیرویه افزایش یافت. داستان جالبی از سال 1873 وجود داره. وقتی ناصرالدین شاه قاجار به اروپا سفر کرد، یکی از مقاصدش پاریس بود. تو اون زمان لقب شاه پارسی در اروپا بسیار معتبر بود. بارون روتشیلد وقتی شنید شاه ایران به پاریس میاد، درخواست ملاقات با اونو داد. تو این دیدار بارون از ناصرالدین شاه خواست که مراقب یهودیان ایران باشه، چون اونا اقلیتن. جالب اینجاست که تو ایران برخلاف اروپا یهود ستیزی وجود نداشت، هرچند محدودیت‌هایی برای یهودیان اعمال میشد. برخی منابع میگن ناصرالدین شاه در این دیدار به بارون روتشیلد گفت شنیدم تو ثروتی بی‌نهایت داری، چرا بخشی از فرانسه رو نمیخری و برای یهودیان یک کشور درست نمیکنی؟ گفته میشه این حرف ناصرالدین شاه باعث شد بارون به فکر فرو بره. برخی معتقدن همین ایده جرقه‌ای برای شکلگیری جنبش صهیونیسم مدرن تو اروپا بود. بعضیا فکر میکنن صهیونیسم واژه‌ای منفیه، اما کسانی که این جنبش رو پایه‌گذاری کردن به اون افتخار میکنن و خودشونو با افتخار صهیونیست میدونن. البته برخی هم معتقدن صهیونیست‌ها به برتری نژاد یهود باور دارن و نژاد پرستن. دوستان اگه این داستانو براتون جذابه حتما کانال هفتگانه رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و تو کامنت ها برامون بنویسین که نظرتون چیه. این خانواده با ثروت بی‌نهایتشون چه میکنن؟ وقتی پول به این مقدار زیاد باشه دیگه معنای خودشو از دست میده. در این مرحله اونا با پولشون در دولت‌ها نفوذ میکنن، سیاستمداران رو میخرن و حتی رئیس جمهورها رو تعیین میکنن. مثلا با 500,000 دلار یه سیاستمدار رو میخرن و اون با کارهایی که انجام میده 500 میلیون دلار به جیب روتشیلدها برمیگردونه. البته این فقط یه مثال ساده است، واقعیت بسیار پیچیده تره. ثروت روتشیلدها مثل بازار الماسه. الماس سنگ کمیابی نیست، اما چند غول بازار اونو کنترل میکنن و با مدیریت عرضه و تقاضا قیمتشو بالا نگه میدارن. روتشیلدها هم با پول همین کارو میکنن. اونا به یک باره به یک کشور پول زیادی نمیدن تا تورم ایجاد بشه و ارزش پولشون کم بشه. همه چیز با حساب و کتابه. اما وقتی امپراتوری عثمانی فروپاشید، بسیاری از اشیای با ارزش این کاخ از جمله شاهنامه طهماسبی به دست روتشیلدها افتاد. این نشون دهنده نفوذ عجیب اوناست که حتی تو زمان فروپاشی عثمانی افرادی داشتن که این اشیاء ارزشمند رو براشون جمع آوری کنن. وقتی عثمانی فروپاشید، فلسطین هم از اون جدا شد و به دست بریتانیا افتاد. روتشیلدها ثروتمندترین خانواده بریتانیا در این زمان حامی جنبش صهیونیسم بودند که در حال رشد بود. بریتانیا به اونا پیشنهاد داد بخشی از اوگاندا یا ماداگاسکار رو برای تأسیس یک کشور یهودی بخرن. اما اونا گفتن ما باید جایی باشیم که ریشه داریم، یعنی فلسطین. جالب اینجاست که بسیاری از صهیونیست‌ها یا سکولار بودن یا بی خدا، اما ادعا می‌کردن خدا این سرزمین رو به اونا داده. بریتانیا هم که نمیتونست به قدرتمندترین بانکدارای دنیا نبگه، این سرزمین رو به اونا فروخت. جزئیات این معامله مشخص نیست. بعد از فروپاشی عثمانی، صهیونیستای اروپایی یهودی‌ها رو تشویق کردند که به سرزمین مادری برن. به تدریج جمعیت یهودی‌ها در فلسطین افزایش یافت و بعد از جنگ جهانی دوم با مهاجرت بیشتر یهودی‌ها، فلسطین به اسرائیل تبدیل شد. امروزه بانک‌های روتشیلد با نام‌های مختلف فعالیت می‌کنن، اما همچنان همون خط مشی قدیمی رو دنبال می‌کنن. وام دادن به هر دو طرف جنگ. اگه تو گوگل جستجو کنین، ثروت خانواده روتشیلد حدود 1.2 تریلیون دلار تخمین زده میشه، اما بسیاری معتقدن این فقط بخشی از ثروت اوناست و نمیشه رقم دقیقی برای اون تعیین کرد. بعضی میگن ثروتشون بی‌نهایته. شاید بپرسین مگه ایلان ماسک ثروتمندترین مرد دنیا نیست؟ پس روتشیلدها کیان؟
ایلان ماسک ثروتمندترین فرد دنیاست، اما روتشیلدها یه خانواده نه یه فرد. اونا رو میشه ثروتمندترین خانواده دنیا دونست که معمولا سعی میکنن ثروتشون خیلی در مرکز توجه قرار نگیره. بارون روتشیلد، همون کسی که با ناصرالدین شاه ملاقات کرد، گفته یه معروفی داره: وقتی تو خیابون خونریزی میشه زمین بخر. این جمله نشون میده که برای اونا فقط پول اهمیت داره. ممنون که این ویدیو رو تو کانال هفتگانه تماشا کردین. لطفاً ویدیومون رو لایک کنین، کانال هفتگانه رو سابسکرایب کنین و نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسین. حمایت شما به ما انگیزه میده تا ویدیوهای جذابتری براتون بسازیم.